بسم الله الرحمن الرحیم. داستان حضرت موسی و فرعون و آل فرعون و بنی اسرائیل در قرآن زیاد آمده. یکی از اون وقایع ایمان آوردن ساحران بوده که در چند جای قرآن به اون اشاره میشه. فرعون نه سحر بلد بوده نه ساحر بوده. ساحران رو دعوت میکنه، بعد تطمیع میکنه، گزینش میکنه، ترغیب میکنه. ساحران آخر کار به سجده میفتن، ایمان میارن. فرعون میگه بدون اجازه من برای چی ایمان آوردین؟ شما رو به صلیب میکشم، دست و پاتون رو قطع میکنم، به شدیدترین عذابها شما رو من تنبیه میکنم. ساحرانم عجیب آمده بودن موسی رو شکست بدن. وقتی آیه خدا رو میبینن، نشانه خدا رو میبینن، میگن فرعون ما به سوی خدای خودمون داریم میریم و تو اینی که از ما داری انتقام میگیری فقط به خاطر اینکه ما به آیات خدا ایمان آوردیم. بعد میگن خدایا بر ما صبر فروریز، خدا یه کاری کن ما مسلمان از این دنیا بریم. آیات 125 و 126 سوره اعراف. زمان همینه ها، یعنی مؤمنان رو به جهت ایمانشون تهدید میکنن، تکفیر میکنن و خدا هم گفته به خود من پناه بیار، من حمایتت میکنم. از حجتهای بزرگ خدا حضرت خدیجه سلام الله علیها است که اصلا الگوی برای هر کس که میخواد وارد حوزه ایمان بشه. جزی کسانی است که به حضرت ایمان میاره در اول و به ایمانش هم تظاهر میکنه، مشکلی نداره و مدافع حضرت میشه در غربت حضرت و تنهایی حضرت. بانوی شرافتمند، معتبر، متمول، همه آرزوی بودن با او دارند، اما او همه وجودش رو پای پیغمبر میریزه در اول، جایی که همه اطراف تهدیدند. البته خدای متعال خیلی حضرت خدیجه رو دوست داره. خیلی کثیری که به پیغمبر مرحمت میکنه از طریق حضرت خدیجه. هنگام تولد حضرت صدیقه حضرت خدیجه رو طرد میکنن زنان. از آسمان برای او 4 بانوی معظم می آیند. خدا اینا رو نشون داده، ما ببینیم کم نیاریم و بدونیم خدا هست. بازم میگیم خدا مؤمن رو رها میکنه؟